شبنم شخصیت خودش کردگیه. دل موند ای همین دوستی هم رفاقتی هم ای همشون دل موند. راستی گپ راست. دختر با قوت نمیشه و قوی و با قوت سخت نمیشه که من 16 17 سال طاقت کرده در خارج زندگی نمیکردم. یکی زن یکی سوارم هیچ کجا رقیب ندارم. عاشقی اسب سفیدم دختری چابک سوارم. هیچی نکه کمر به والا. نمیدونم با سوزیگر خونم. احتیاط کن دوستان جون. احتیاط کن طوری برای پروگرام زیاد در کنی. نه تو خودش کسی که نزدیک و نفرونی که با شما یک مرتبه صحبت میکنن دیگر از شما بیل کنه نمیتونم. با خاطری که من آدم یک رویه. انا این خیلی من با این راه میتونم وای کرده. من ششته من تی نقص ببینم ما بهتون نمیتونم. ای تنی مایو. یک بار دیگه سلام علیکم برادرها. چه خیلی که ما چند ویدیو در برادرمون بخ برای خدمت رسانی گرانیتسا که به شما یاردم میده توسعه دادگی بدیم. شکرانه خدا که به کم بودی 4 5 باری که رکلام کردیم زیاده از 40 50 نفر کانال ما رفت که همین برادر در گرانیتسا در 100% گذراندکشون بچه چقچقیان زیغ شدگی نیستن. چندین برادرایی که بدن که با بدی امی برادر خطی گرانیتسا گذاشتن با ما تماس برآمد که به حد آدمی خوبه با ما نشون دادین که ما به کمبودی رفتیم گرانیتسا گشتیم اومدیم. برادران گفتن هموند که هر روز سفر داره میتونین که یک روز پیش جوزانیت کنین برین با باوریای رقمش در روی اکران موندگی اینو ما کانال ما گپ زنین ان شاء الله که سکیت کام هست. درود تماشاچیان عزیز و هواداران برنامه‌های سیرهای فوش. اینک با شما هستم در برنامه من رستم عظیمی. مهمانی نشر برنامه ما خانم بسیار هم خوش‌آواز خوش صدا اونه که میتواند با سخن‌های شیرینش باز هم ماوش ما رو مفتون خوش سازد. پروانه تاج‌الدین مهمان هستند. خوش اومدید پروانه عزیز. چی حال و هوا دارید؟ امروز می‌بینم نسرینتون خیلی هم به قبل چاق است. خوب هستید؟ خوب به نظر میتوید. هوای خوب، هوای تابستانی گرم بود، هوای خوب به همین خاطر زندگی خوب داریم. گلاونو امی تابستان رو چگونه گذروندید؟ با وقتی خوش یا اینکه دلگیر کننده گذشت؟ راستی گپ این تابستان با برکت بود، پر برکت بود. بسیار کارهای ایجادی شد، یک کنسرت شد، یک معرکه شد که مثلا دعوتی زیاد بودیم. با همون سرگردان بودیم. یکی راستی گپ یک ماه آخرش فقط در خانه خودم و شب روزایی که 50 درجه گرم بود از خانه بیرون نبرمدید؟ از خانه بیرون نبرمدم. وقتی دیروز پریروز از خانه بیرون خیلی گرم بود است. پروانه سوالی نخستین ما چنین است. همچون یک شخصی عادی در راه سند شناختن شدن آسان‌تر است یا اینکه فرزند یگان ستاره بودن؟ فکر می‌کنم اولش که فرزند یگان ستاره بودن تیز شناخته می‌کنن. بله چون که میگن که از پشت کاری پدر چی میگردی پشت کاری خود باش مثلا. این گپا درسته ولی بودن مادر بودن پدر بودن مثلا اگر ستاره باشن یا که همین زندگی پدر بیزنسمن باشه پسرش هم میشه پسر فلانچه میگه فلان بیزنسمن فلان خانه ساز نمیگن که پسری مثلا کدام 10 مرده نمیگن. از پشت نام پدر آدم تیزتر شناخته میشه. برای چی؟ برای که مثلا مخلصای پدر یا که مادر زیاد باشن اگر مثلا میگه معرفی میکنن که فرزند فلان آدمه او برای وای مخلصای خودشون دارن. برای وای هم این چیز هیجان آور است که کدام فرزندش باشه، این خردی باشه، بزرگیش باشه، دخترش باشه، از کدام اویلش باشه، زندگی این چه خیل باشه، شاید آوازش صداش مانند است با پدر مادر دارد ندارد، زندگیش چه خیل باشه. برای همین مردم توجه مردم زیادتر که میشه. از همین خاطر فکر میکنم که آدم زیادتر تستر زیادتر زودتر شناخته میشه نزد مردم. بعضی هولدان ها میگویند که اگر شبنم تاج‌الدین راه و رویش رو به پروانه و اپای خود یاد نمیداد او امروز صنعتکار نمیشد. این اساس داره؟ یعنی که راه روی به صنعت نه. ما در زندگی یک چی میگم که در زندگی یا همون پروگرامایی که گذاشته بود من گفته بودم که در زندگی ما چه خیلی است. در زندگی ما یکدیگر ما دستگیری میکنیم، فرزندای پدر، خواهر، برادر، هر نفری که مثلا فرزندای پدر دستگیری. ولی در زندگی شخصی یکدیگر، در پروفسیون شخصی یکدیگر هیچ وقت دخالت نمیکنیم. اگر ببینیم که راهی نادرست گرفته یک بار میگیم که مثلا که همین کاری که تو کردی همین کارت همینجاش خطایه، همین کارت نادرسته، همین راه نادرست گرفتی، این راه قطعی کن. مثلا
ما با یکدیگر ما گوش میکنیم که ما برای میدونیم که هر کدومون شخصیتمون خودمون تشکیل کردگیم. من شخصیت خودم تشکیل کردگیم، شبنم شخصیت خودش کردگیه، مثلا برادرمون هم خیلی دیگرش هم دیگه. برای همین هر کدوم فکر خودمون که داریم، فکر یکدیگرمون احترام میکنیم. نه شبنم جان برای من یگان دستگیریه، بر شبنم برای من یگان مثلا ما حتی حالی صحبت نکردیم در این باره. شما باور میکنید که در همین یک سالی که مثلا از روزی که اول در پروگرام شما برآمد کرده بودم، یادتون باشه اگر قبل از این یک تا سرودک خوانده بودیم، برای یک دیل بود، برای یک گفته بودم برای شما که برای مثلا یک تسلی خودی آدمای و چیزی که میگن با شیر میبیه با جان میبره و چیزی که در خون هسته و ای پدر ای مادر، هم مادرم خواننده بود هم پدرم خواننده بود، ای یک اوینه مثلا یک خودجنیک مثلا تولد میکنه فرزندی و حتما نشود اگر نبیره و حتما خودجنیک میشه، این خونه میگذره این چیز. خوندم بود برآمد با پروگرام شما شد برآمد کردیم. بعد این یک دو تا کلیپو کردیم، حالی در اینجا کردیم سرودی پدر با یک تا دیگر تشکیل رفته بودیم قطعی دلبر میزروب که پرودوسرمون هسته، بعد امید نعمتوف که پیشروی که همین سال به چشم رسید. بله خیلی دوزنده ماهره، خیلی دوزنده خوبه که به تمام صنعتکارای تاجیکستان اون کرتا می‌دوزد، مثلا لباساشون روی صحنه که ما می‌بینیم هر چیزی که آرایش زیبایی که در تنی دخترای زیبای ما حافظای ما خواننده ما امید نعمتوف اینو درست میکنن. یک بار یک جای رفتیم، در اونجا یک سانگ گذاشتیم، یک کلیپ یک سرودی نو بود و تشکیل کردیم. میونی خواهران کدومتون خود پسندید؟ فقط راستش بگید. خود پسند؟ بله. خود پسند یعنی که هوا بلند، یعنی مغرورتر، سخنی دغل دارد کدومتون؟ فکر میکنم که خودشون. فکر میکنم در تاجیکستان همه دارد سخن دغل. با همین شب و روز بعد همین مریضی که شده بود همه همین عصبش خرابه، عصبی است، سخن دغل همه دارد. مثلا مغروریت هوا بلندی میشه بعضی وقت. شاید ویم خواننده 20 سال روی صحنه، شاید جایی هست که ویم مثلا ستاره مشهور هزار چی دارد، اسمش چیه، چی میگن، فنات میگن. بله مخلص دارد میگن. شاید جایی میشد که این به این نیست، جایی میشد که مغروریت میکند، جایی میشد که مثلا هوا بلندی میکند. بعضی وقت که یک آدمی که هیچ کس نیست مثلا دو بار قطعش نه ساز گپ زنی اگر دیگه هوا بلند میشه. شاید من جایی میشه که همین کارا میکنم. شاید من از پشتی خوانندگی نه، از پشتی مثلا من حال تو این درجه خواننده نشدم که من بگم که من زیوزدایم، من ستاره شدگی و من دیگه نه. من یک آدمی هستم که من تمام درس مکتبی زندگی گذشته اومده دست به این کار زدگیم. مثلا 20 ساله دختر نیستم من که ها دست به صحنه زدم. یک بار من شناختنم من نام قطعی خودم، من نام قطعی تولشگیم ستاره. من زندگیم خود زندگی بهترین گذراندم. من فرزندان خونم در همه چی آباد دارم که به همین مغروریت نرسه. همین اگر حاضی 100 چیزی شد، کنسرت ها میشه، چیزی میشه، اگر 1000 کس من اگر من اگر که میلیون تا آدم بیاد ای پروانه تاجدین و فلان بس مدار اگر کنن، اگر ما فکر میکنم که هیچ وقت هوا بلند نمیشه، به خاطر که ما درسای هوا بلندی گذاشتم و این چیز نیاز ندارم. بهترین سوال دیگر چنین است، میگن که دنیای شو بیزنس چنان رقابت شدید رفته است که اگر کسی راننده نو راه باشید تلخت میکپد. پروانه‌ای که راه به همین جاده گذاشت و از دور مشاهده نمود و بعداً سرآیندگی رو به دست گرفت در دنیای رقابت شو بیزنس. درست این گپ درسته. بچه خاطر میگم که تو روزی که تو اونی که همین نواری کلیپی که تشکیل در ازبکستان در تشکیل ثبت کردیم، تو همین روزه منم فکر میکردم که همه دوست بودن، دوستی که ما یک جا میشتیم، ما یک جا خوب میرفتیم، خانوادگی همه با همه شو بیزنس همش رفیق بودن، یک جا ناخوردیم همه. تا همین روزه منم همین فکر میکردم، گفتم هیچ وقت مثلا چند مرتبه من همین چیزی تکرار کردم که بین وقتی مثلا خارج زندگی کردم، در کجا من بودم از خارجی و خانواده‌های خارجی سحر خانم سحر میگن مثلا از میگه که اومده کنسرت بزنن تاجیکستان که و تمام اروپا میشورن، غزال صدق که دختری مثلا خانواده نوریه که افغانه، اینا همش دوستامم. حسین جسمی عربی که از امارات است که و دنیا میشناسد، خیلی دوستی نزدیکی که ما هر با واتساپ با اینا صحبت میکنیم. آقا فرادریو، همه اینا دوست نزدیک.
فکر میکردم که فقط میگفتم که مردم شما میدونید که در دیگر شو بیزنس دیگر مملکت‌ها بین دیگر رقابت های یک کار هست که مثلا میتونن که آدم میتونن که رقابتش بگیرد از راه بگیرد مثلا بله دست به جنایت هم بزنن یک نفرش اینکه یک چیزی فخر میکنم من خرسندم که در تاجیکستان ما همین چیز نیست همیشه نمیدونن رقابت چیست نمیدونن خطایی که بزرگ کردم من همین گپا 2 سال 3 سال قبل گفتگی بودم من امروز اومدم فهمیدم که همین چیز خیلی خطای بزرگ بوده رقابتی که در بین شو بیزنس در تاجیکستان در یگان روی دنیا بونیست و یا کنم اگر رقابتی روی دنیا خارجه روش شد رقابتش نمیکنن چی مگر شما روی گردوندن نه برای روی گرداندن نه به خاطری که مثلا آدم که میفهمه آدم زنده به عقل آدمی و که میفهمی حس میکنی آدم حس میکنی حس هم میکنی نه جوش میشد که میفهمی که اینجا برای چی وای برآمد میکنه نه دو سرود خونده برای چی در این کنسرت بزرگ وای برآمد میکنه مثلا کنسرتی که وای من گفتی تو چه تقابوزی نیست اونجا بله و یک وقتی که ویبر کردن وقتی که شما در وای موندین در وای موندین اینو دا بعدی وای هم خیلی بعدی اینا اینترنت سایت های اینترنتی از زمان یک مغازه وای استفاده برده عاقبت هوزی که در کره داخلی نمیسا امنیتی خون عرضه کردیم فهموندیم که همه خیلی برای شان و شرف و دیگر خوایی هم خواندن گفتن که شما حافظه شدین پس شما گفت کانکورنت خوبین برای حافظاتون شما اگر کانکورنت نمیشدین این کارا نمیکردن زدن برو وردن همش دعوت کردن آدما همش برو وردن نزدیکترین آدما این کارو دست دادن صحبت کردن مسئله کردن گیرین گفتن عکسشمون گیرین همه کارا کردن گیرین که وای فکر کردن که وای چقدر آدم باید ایمانش ضعیف باشد که وقتی یک است نسبت به حرفای مثلا همین خیلی شانتاژ میکند نسبت به همین استفاده از تمام چیزی بدی استفاده میکنه که به آبرو کند پس زند آدم اگر ایمان ضعیف باشد اگر فکر میکنم که یک دست به یگان روحی بیزیب میزند به یگان کاری بیزیب میزند من نمیدونم یکی من از این چیزا من چیزا میفهمم من بعد از آمدن تشکیل من فهمیدم وقتی نزدیکترین حافظه دوستای نزدیکم که زنگ زدن گفتن که من گفتم از تو من باور داشتم که تو من دوازه همین گپ میزنی که انا شما رفته یا نگفته شما کلیپ کردین میدونی چی جواب داد من نمیگم نوشته در اینجا پروگرام کیایو گفت که شما چی فکر کردی این شو بیزنس تیاری تا نبینیم این بعدش هم میشه بعد هوای من دلم موند همین دوستی هم رفاقتی هم همشون دلم موند راستی گبرستان شد یکی یک چی گفتن در کره که به خاطری که یک کس تیا چی میگن الهام تا میشکند عقیده و قوتی تا میخواد شکستن و این فقط برای شکستن آدمه شکستن من الان دخترایی که من یک کس شکسته میتونسته باشم نیستم من اگر مثلا دختری با قوت نمیشه قوی و با قوت سخت نمیشه من 16 17 سال طاقت کرده در خارج زندگی نمیکردم من همه خیلی دختری قوی هستی من همه با قوت و همه قوی همه آهنی شدگیم که من هر آدم شکسته نمیتونه значит این میبروید که بعد این گپو من باید با زیادتر کار کنم روی این کار پس اینکه بیننده زیادتر بسوزم نه نسوزم برای سوختن نه اصلا من برقصد یگان هیچ وقت در حیات کار نمیکنم من هیچ وقت در حیات همین یک عددی خوب دارم که برقصد یگان کس کار نمیکنم من همون کاری میکنم که من در بدیل مای و کاری که من در معقوله میفرد من این کارو میکنم من برقصد نمیکنم من میدونم چی فهمیدم من فهمیدم که همین کاری که من کرده استم برابر منم حوزه حافظای جوان و یاش حوزه همین خبر اومدن که 10 سالی 15 سالی مثلا 20 سالی ممکن ایمان جوانترن همه قصدای خوب دارن برابر من 5 6 تا حوزه اومده چی به نسبتی ویو نمیکنم نسبتی من پس من باید دوام تیم значит کاری من خوب رفته است هیچ وقت چیزی بده از قفوش نمیشن چیزی خوب از قفوش میشن که بشکنن بده نمیشکنن برای که میگم بده و گوشش کنیم بله بیاید سرود میشنویم چون صدای شیرین داره چون سرودهای جذاب به قول به نزدیکی برآمد و همگان رو ما تو محبوب کردید میخوام که تماشابین ما لذت برد از همون هوای سرود شما میتونید زمزمه همین آهنگی که در آهنگ کلیپی که کردیم همین اوچه جون فرق ندارد کدومش که باشد با مدلیک باشد خوبتر نمیدونم با سرود دیگر خونم احتیاط کن رستم جون احتیاط کن طوری برای پروگرام زیاد در کاری نه تو خود شکسته کده
ابرو به من کج مکن کج کلا خان یارومی خوشگلم و خوشگلم دلها گرفتارومی یکی زن یکی سوارم هیچ کجا رقیب ندارم عاشقی اسبی سفیدم دختری چابک سوارم چینک کمر به والا چین چین بلند به والا چینک کمر به والا چین چین بلند به والا. بهترین تشکر میگیم. بسیار هم صدای خوش آواز دارید و کس میتواند ساعت‌ها گوش کند. سلامت باشید. بهترین پروانه راست است که یک شخص نزدیکتون گفت، من نامش رو مخفی می‌دارم، گفت که هر کسی به پروانه عاشق میشود از پروانه دل کنده نمیتواند. چه جذابیت دارد که از شما نمیتواند دل کنند؟ کی گفتم این گپا؟ من در نظر ندارم که تنها عاشقان، در نظر دوست و نزدیک و نفرانی که با شما یک مرتبه صحبت میکنن دیگر از شما دل کنده نمیتونن. به خاطر که من آدم یک رویم، یک رو دارم، مثلا دو رو ندارم. اینجا مثلا اخلاصی که هست آدمایی که من زیاد امروز میبینم که میبینم ای بخرمت بمرد سلام سازی نازی، من میخوام میگم اینا کی فایده کرد. آدم احساس میکنه این چیزا. به خاطر من یک آدم یک رویه، من بعد من میدونم یک خاطر دارم که یک عادت دارم که وقتی آدم با من معقول بود بشه، من آدم شناسم. من آدم میفهمم که آدم مثلا شیطانه یا که آدم راسته یا که آدم خوبه یا آدم برای پولته یا آدم برای فقط دوستیه برای دیگر چیه. همین آدم که دیدیم شش و اگر بگذار وای کم بغل وای راه رو باشه من قطعا وای دوست میشم. من قطعی میگیرم میبرم شاید خونه دعوت میکنم دیگر خونهش میرم بگذار خونه کم بغلم باشه انم جشته زمین همش قطعی یک مثلا خودپسندی و وای نمیکنم. رنگ دیگر رو بری جنبستی چیزا جمع نمیکنم که رستم پول دارد قطعی رستم رفته شیطان در کاره، رستم زمین تی قطعی رفته شیطان در کاره که این من این کارا نمیکنم هیچ وقت. نه مردا که پول دور میکنه معقول شد شش قطعی گپ زد زنه شش تیم قطعی گپ زدم ای صحبتش ممکن من دم میفورم ممکن ای رفتارش ای تربیتش ای گفتارش من مثلا من معقول میشد قطعش برای که آدم میفهمن وقتی آدم اکتور میشه در زندگی، وقتی نقاب میکشه قطعی کش میشین صحبت میگه خنده دروغ میشه، گپ زنی دروغ میشه، رفتار دروغ میشه، شیشتن خوردن تو دروغه. وقتی رول بازی میکنه آدم نقش بازی میکنه در زندگی کو همین همه عقل داره، همیشه بروز همه بسواده تی هم دیگرم هم بسواده میفهمه که آدم قطعی تو دروغه. به همین خاطر ای فرداش تو نمیخواد دیگه قطعی صحبت کنی. من هم آدمی هستم که همون یک خیرم. نسبت سراینده ها توجه مردم زیادتر میافتد. شما در بین همین قدر شخصانی که عاشق شدن دوست داشتن یا اینکه دوستی کردن الفونس ها روبرو شدید با الفونس ها؟ نه. از پروانه پول طلب نمیکردن؟ نه. چون در یک کامنتاری خونده بودم که یک نفر نمیدونم زن است یا اینکه مرد بسیار خوبیش کرده است که پروانه شخصی دارو است، پروانه شخص ثروتمند است، التماس با من یک خانه توفیق کند. من به همین سوالی او چیزی نگفتم و امروز میخوام که حقیقت رو خودتون به تو اینکه بفهمم. زن بود یا مرد؟ همینش رو نمیدونم. چون در کامنتاری میتوانند که زنها از نام شوهرهایشان اکانت کشویند. موجنا زن باشد که این گپ رو گفت. اصلا مردها نمیتوانند که از زن خانه طلب کنند. فکر میکنم که زن بود. من نمیدونم. من نخودم این کامنتاری که کدام باشه. مثلا امروز مینویسم یک کمکای مثلا کمکایی که یک کمک زیاد نیست. یک کمکای عادی است، یک کمکایی که کردن تو حد امکان تو حد دسترس. مثلا من آدم دیپسون خودم یاردم کردم یکی برای خانه کردن این من باید میدونی که باشم رحیم غرمی برای خانه توفه کردن من باید رحیم غرمی باشم. بچه خاطر به خاطر که منم مادر دارم، برادر دارم، عمک دارم، خشتبار دارم. تمامی هر کدوم زندگیشون ده مثلا کمک میکنم دست میرسه. فرزندای خودم خانواندن و دیگر همشه از خود زیادی نداره. نه من به وعده خدا کند که من خودم قطعیت که من خانم تونم توفیق کرده با یگون نفر که دیرش نشکند. ولی خیلی وعده‌ای که عثمانی من در یگون کس دادن نمیتونم. زنی زیبا هستید. بسیار هم صدای دلنشین دارید. من فکر میکنم که یک سال پس پروانه در سطح دیگر سراینده داره که این رو خود هوس دارید، ارزو دارید؟ خدا کنه. نه برای هوس ارزو داشتن من برای این چیز هوس ندارم که در سطح مثلا دیگر خواننده ها باشه. من یک چیز هوس دارم که هر چیزی هر کاری که من میکنم با دل دیگران خوش بیاید. مردم بهاتیه. مردم بهاتیه، خلق بهاتیه. من همون آدم
صدام معقول نشه خود معقول شم، خود معقول شد صدام معقول شد. این میخوام، من نمیخوام که مجبوری، من نمیخوام که مثلا در سطح یک کس برای ما من خدا با یک طرز دیگر گفتی که تقابضی برآورده پروانه کنم. با این سطح من نمیخوام. من هر چیزی که میگم که من یک آدمی هستم که من با دل زندگی میکنم. من دل اول با دلم بعد با عقل. بالای همین قد دانگی، بالای همین قد خواندن، بالای همین قد دانستن من دنیا گشتگی من حاضرم من با دل زندگی میکنم. بعد با عقل. من اول دل من کار میفرمونم، دل بعد میبره در عقل میتیه که همین مثلا تو همین کارا کنی همین کارا نکن. و همین خاطر من میخوام که من نمیخوام دوست دشمن داشته باشم. من نمیخوام که یک کس، من اصلا دوست نمیدارم وقتی یک کس در حرفی من دکی از خورده این که گفتگی نیستن، حرفی گنده، حرفی بد، نه شوهر، نه مادر، نه پدر، نه خانوادگی. تا حاضر برادرام تا این درجه من دوست می‌دارن که یکی شب دی شب هر ساعت میتونن که من از زنگ زنن یا که نویسن در واسطه واتساپ که پیام روان کنن که شری نرد کجا دایی براتن سازی گفتم مثلا یک همین رفتار من عکس می‌بینم. خیر خدا کند که اگر وقتی میگن که وقتی خداوند دوست داشت، دوست داری خداوند باشی، دوست داری بندش هم میشی. وقتی خداوند از تو رو گردون، بندش هم از تو رو میگردونه. هیچ کار. به همین خاطر من یک چیز میخوام، با سطح بلند تمام حافظهای خودم رفته رسیدن نه، من میخوام که دوست داری خدا باشم. وقتی دوست داری خدا شدم، همون حافظه‌هاش هم من دوست می‌دارم، خلقش هم بندش هم. این اظهار محبت رو میخوام از زبان شما شنوم، چون در کامنت ها در افیرهای شما میبینم که همگون شما رو دوست میدارن، یکی شما یک نفرید نمیتونید با یکی اونها پاسخی دل خود رو بذارید. اظهار محبت کردن همه چی در زندگی کردن میتونم. من اظهار محبت من میدونی چی کردم برای محبت نامه خود رو میتونم. من همین اظهار محبت من میدونی چی کردم در حیات، در زندگی، با فرزند و با دوست، با رفیق، با دوست داشته میگن و چی میگن، با این با خودت، با این وقتی من میخوام اظهار محبت کردن، من میدونی میخوام که همین آدما رنگی مادر، رنگی خواهر، رنگی مثلا پدر، رنگی دوست، برادر، میخوام که از همین تنگی و از همین چیزا همین امین قپیده است. همین اظهار من این خنشون دادم میتونم. مثلا یک تنگ دستی برآوردن، یک بدبختی برآوردن، هیچی هم که از دست نبیاد، قطعی شیشته صحبت کرده، دلی همه آدما شدن، زنده کردن دوباره در زندگی که مثلا دلش سیاه نشود، دلش گرم شود. انا این خیلی من با این راه میتونم وای کرده. من شیشته من تی نقص ببینم، من بتونم میتونم ای تنیمایو. من میخوام که همون یک چند سخن بهترین رو از زبان شما شنوم که هم با زبان ایرانی، هم با زبان تاجیکی و هم با لهجه افغانی همون با مردم افغانی من خوب صحبت کردن نمیتونم. افغانی راست گپ من مردم افغان خیلی احترام میکنم، مثلا آهنگای افغانی زیاد میخونم، نه برای مشکل بودنش نه، اصلا من همین زبانی با زبان ایرانی که زندگی کردم زیاد صحبت کردم، بسیار کارگرامون و اون ایرانی بودن، زیاد صحبت کردم، خوبتر میدن. افغانی واشه لهجهش من خوب، برای چی دروغون که من میتونم صحبت کردم وقتی من نمیتونم. بهترین با زبان ایرانی باشد با خوبتر است. درباره چی مثلا در زبان ایرانی درباره چی من شما بگین؟ مردمی که شما رو تشنه سخنتون، شما رو دوست میدونن و شما رو امروز تماشا دارن. من میدونم که زیاد همین حرفای شما نیز اونها رو دوست میدارید. بله من زیاد دوست میدارم. من همین در باره پریمو افیرو بسیار بنویسن که پریمو افیر کنین، بسیارش من مینداری خدمت با همون نمایندگان تدپیش کن، دوستانی که با من مثلا پادپسات کردن، رفیقانی که از ناحیه یوان، از کلوب زیاد هستن، از سیسور زیاد هستن، بعد بسیارتر از روسیه مردمی که مردم تاجیکی که در شهر روسیه زندگی میکنن. من در بسیار همش قطعی در علاقه هستم. اگر خواهید من از تلفن میگیرم، همون پریپیسکایی که ما داریم همش نشون میدم. هر روز از شب خوش طلب میکنن با من، صبح میشه صبح بخیر پروانه جون، مثلا اپا میگن، خواهر میگن، دیگر میگن. همه یک چیزی هست که در زندگی بسیار آدم در واژنی بوده، بسیار وای چی گم یک چیزی که آدم یک الهام میبخشه که وقتی صبح بیدار میشه 5-6 نفر سلام و پیامکای خوب میگذارن تا آدم با یک وقتی خوش از خواب بیدار میشه. میفهمی که همینش در زندگی تو یک نفر تو در کار هستی، آدمی است که تو باید نمیشه. با همه همینو سلام خود میرسونم. دوستتون دارم، خیلی زیاد دوستتون دارم، چون که تو قلب من هستی، تو جون من هستی. چون هر صبح پیامکایی که من از شما میگیرم، اون میسیج و اس ام اس که شما برای بهم میزنین و مثلا به من یک زندگی، یک دوباره مثلا آرزوی زندگی کردن تو اون روز به من میدن، من از این چیزا خیلی شاد هستم، خیلی دوست دارم. من زیاد به من بهم مثلا می نویسن که و با من ایرانی مثلا پیامک می نویسن که پیامک شخصی
میتونی پروانه خان با مثلا ایرانی صحبت کنی با هم ایرانی بنویسی. من نوشته ایرانی که پیامک ایرانی میزنم بعد دوباره با صدا طریق صدا جواب میدن که ازت و ممنون و خیلی زیاده ولی نفهمیدیم که چی نوشته. شما میگی که ایرانی صحبت کنم، من باید ایرانی صحبت کردم. میگم میخوام که مثلا بفهمیم مثل تو لهجه که صحبت میکنی. بخره آدم اگر که بخواد که یک چیز در زندگی یاد بگیرد بهترین چیزه. مثلا پروانه خان از پدر سرودی زیبایی اثر که جانمون راحت کنه در آخری برنامه. سرود پدر من همش و سرود خوبه نه که من با طرز با اون درجه که پدر خوندگی که مردم راحت میکنه من فکر کنم خوندن نمیتونم. نه که من مرحمت ترکی یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. همه شب خواننده ما پروگرام بس. بهترین پروانه خان احسن میگیم، تشکر میگیم که سخنی ما رو رد نکردید و مهمانی برنامه ما گشتید. در آخر چی پیغامی دارید، چی گفتنی دارید؟ پیغامی چی؟ سلامی خود را، تمنیات خود را، خوبی های زندگی همشه به تمام مخلصان کانال تیوی مهراب رو، با شما رستم، تشکر، با مهراب جان که پشت کامرا هستن، و تمام همینا میرسونم که زندگی خوب داشته باشن، در زندگی رو افتاده هیچ وقت نشوم. یک زندگی بکنن که مثلا در آخر زندگی در مثلا انجام پیری و انجام مثلا زندگی مثلا با وقتی با نبیره و با ابیره و با اینا میشینی بفهمی که در زندگی یک زندگی بتونی یک چیزی که با نبیره ها و ابیره ها مثلا گفته بتونی که زندگی من همین بودن که تاثیر بخش و چی میگن نمونه بله دیگران نبیره و ابیره ها کردی. این همین کار تمام دارم که همه زندگی کنم. مونیز به شما رو افتاده نشون. حتی اصلا بچهای دخترایی که از راستی بسیار برای من میاد زیاد در اینستاگرام می‌نویسن اصلا درباره زندگی دیگر میگن همینا رو افتاده نشون. من هزار بار باهاشون صحبت میکنم میفهمونم زندگی خودش این یک چیز زیباست، یک شیرین ترین حیات خداوند برای ما آفریدگی. ما حق نداریم که اینا با بدبختی با گندگی گذرانیم. مونیز به شما که زندگی زیبا رو همانو داریم. تماشاگران عزیز این بود برنامه سیرهای فوش با مهمانی برنامه پروانه تاج‌دین. تنسیت و خانواده و دیگر برنامه‌های ما باز در نوبت است.